امام علی پیشتاج دنیای عجم، فرزند عزیز تاجیکان در عالم. این یک سفرنامه مکمل است، اما در صفت تاجیکستان من سروده ها زیاد دارم. سبحان قل فرزند ابوالحسین مغموم دروازی، شاعری بلند مرتبت زمان خودش. ماهی کشوری روسی میلی مذهبی ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. من غباری از غباری کوهساری تاجیکم، معتکف در کنبدی سبزی مزاری تاجیکم. هر زمان انگشت شفقت میکشم بر کاکلش، هر زمان انگشت شفقت میکشم بر کاکلش. مصحفی آینم آینداری تاجیکم. یک غزل تکمیل است. از قبلگاهی یادآور شده ماه کشور روسی. قبلگاه در سال 19 بود یا پیشتر از اون بود، و قدر یادم نیست. سال اسنادش هست. سفری داشتن به بخارا. امیر عالم خان پادشاه بخارا بوده، امیر بخارا. در اینجا اشتراک میکنن با کدام دکتری روس در همون صحبت امیر و امینا خدمت میکرد. دکتر بوده. بعدی که بالا پایین میبره، بعد ابوالحسین مغموم که قبلگاه ما باشه، کلانو میگن یک چیزی بو. بعد می‌نویسه که ماهی کشوری روسی میلی مذهبی ما کن، روی خود به مسجد دار پشت با کلیسا کن. اختیار کن اسلام ترک کشی ترسا کن، هرچه باشد دل بر زنده کار یک را کن. یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن.